ما محمد رو نمیشناسیم. صلی الله علیه و آله. اون سلطان دو جهان. خیلی پول داره؟ بعضی شبا گشنه میخوابی، به لباسش وصله میزد، شکم خودشو با چند تا خرما و شیر سیر میکرد. چرا بهش سلطان میگین؟ چیزی که نداشت، شکمش هم که نمیتونه سیر کنه. به خاطر فقر نبود، به خاطر بخشش بود. به خاطر بخشش. سلطنت واقعی در قلب انسان هست. سلطان واقعی به قلب ها حکومت می کند. فتح واقعی هم باز کردن قفل قلب هاست. اون چنین سلطانی بود، مهربان بود. اون خوشقلب بود، نگران امتش بود.